کی جنگیدن علی شیطان سالها. درود بر سرزمین خراسان، زنده باد Tim Hill, I want justice. خوب صحیح حرفای ما بکنین گوش، که هیچ وقت نکنین فراموش. 5 ساله بودم که برآمدم از افغانستان، وطن خود تنها گذاشته رسیدم در تاجیکستان. وطن ما را کردن ویران، اینمی دشمنای افغانستان. مردم ما است دلیر و قهرمان، شیطانا آمدن در افغانستان، به اتفاقی را آوردن در بینمان. اینمی تو قصا کرد میهن ما را ویران، و کرد گلخانه ما را بمباران. مردم ما کرد از خاک خود دفاع، شروع کردن جهاد علی انگلیس و روس ها. از هر دروازه برآمد یک جوان، از جان و فامیل خود تیر شد که نشوه افغانستان ما ویران. و بانن افغانای ما زیر دست دشمنان، امروز هیچ یاد نمیشه از اونها. چرا زنده باد قهرمانایی که کردن از وطن ما دفاع. مرگ بر خاک فروشا، زنده باد آریانا. سنگر به سنگر، کو به کو، الله اکبر عمله شروع. مادری میگیرید پیسری من کو، 5 وقت سری نماز، تیارای شوروی ده هواست. مجاهدین در کوهاست، راکیت در راست، دشمن زیر پاست. ای کلش سمری خداست، خانه از ماست، وحشیان در خاک ما چراست. گپ میخیزد از بدی، اگر اونها نمی جنگیدن امروز تو کی میبودی؟ 2 more American troops have been killed in Afghanistan. The military said they died in a firefight, but did not give any more details. Their deaths come as the U.S. continues peace talks with the Taliban. Suicide bomber blew himself up inside a CIA base in Afghanistan. خلق ما یک صداست، آزادی وطن در دست ماست. نوبت رسید به طالبان، در دارن کتابخانه ها، از بین بردن شاعرها، آتش زدن در 50,000 ساله تاریخ ما. آمدن به نام اسلام، وطن دارای ما را بازی داده، میهن ما را کردن به خاک یکسان. ما هستیم افغان، داریم احترام به خرد و کلان، کل ما هستیم الحمدلله مسلمان. اروپا امریکا بسته نیروی دنیا، امروز یاد می آورن از تاریخ ما. به زودی به خوبی با صلح و دوستی ترک خواهند کرد خاک ما. امروز که رسیدیم در کانادا، هر روز میبینم کشته میشه مردمی بیگناه. شما هیچ نگرفتین پند از 30 سال جنگ، چی کردین شما؟ در دست گرفتین تفنگ و کردین کلگی افغانای ما را دلتنگ. از دستی هر روز جنگ، از هر طرف میآید صدای بم. طفلا در خانه و ای ظالما هیچ ندارن رحم. مردمی غریب و مسکین کشته میرن، قلبی مادران شد پر از غم. ناله و فغان از قندهار تا بدخشان، هنوزم خون میبارد مثل باران. مگر نمیشنوید صدای کودکان که هر روز در کوچه میگردن پشت یک لقمه نان؟ کلگی وطن دارا Defeat of the Soviet Union and their push out of Afghanistan was a huge moment. تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، کلگی خوردیم یک نان و نمک. مردمی غریب رسیده به داد، هیچ کس صدایشان نمیشنوه غیر از بنیادی بیاد. در پارلمان کلی گپ است درباره قانونی اساسی. بکی شما که ششتین در چوکی، اگر میخواین بکنین میهن آباد، دست بردارین از کاری که ندارد داخل جواب. اکثریت شما که ششتین در چوکی ها میکنین ایس و اوس و قاچاق بریا، هیچ نیستین در فکری غریب و بیگناه. میهن ما را کدین تباه، حالی نوبت رسیده به ما جوانا که روز به روز علم ما میره بالا. ما جوانا با قدرت خدا میارم اتفاق در بین افغانا انشالله. ما از خداست، دفاع از اون نیت ماست، خلق ما یک صداست. Your objective should be to strike terror and to strike it swiftly and deeply. A Highland regiment had fought its way to the top of that ridge.